از همه اقشار افغانستان، اقوام و ساکنین تمام جغرافیای افغانستان و همچنان اصناف مختلف در اینجا ما فعالیت داریم. و اهداف از این انجمن، اهداف عمده و اساسیش اولیش تأمین وحدت، همبستگی بین افغانها و همچنان تأمین رابطه معنادار بین جامعه افغانی و جامعه ترکی است. دومش حفظ و رشد ادبیات، فرهنگ و تاریخ کهن و ارزش‌های افغانستان است. تأمین رابطه حسنه و ادغام مثبت جامعه افغانی در جامعه ترکی و همچنان تلاش در قسمت تقلیل آسیب پذیری جامعه افغانی در ترکیه است. ما شما حقوقی و از نگاه حقوقی و همچنان از نگاه فرهنگی و تلفیق فرهنگ با جامعه میزبان مشکلات فراوانی داریم و همچنان مشکل مهاجرستیزی که امروز در سطح دنیا به وجود آمده، این خودش یک مشکل کلان است که باید افغان‌ها در هر گوشه و کنار که هست باید با آدرس‌های واحد، با برنامه‌های واحد و با نشان دادن از خود که ما یک جامعه مضر در جامعه شما نیستیم، اما امروز که مجبور شدیم و ترک وطن خود و آمدیم در